چطوری بچه خفن دوست داشتنی؟ حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیو خفن، اونم با کی آوردم؟ ببین براتون کی آوردم. به به، ترکیب محمد بالونی رو براتون آوردم. کیف کنین. بهترین پلیر بالون توی ایران هست. با ترکیب تخصصی خودش هم میزنه، هم با 2.9 میزنه، هم با 3 ترکیب اصلی خودش میزنه. اینجا چرا نمیره تو بازی؟ فکر کنم به باگ خوردیم بچه ها. بزنین درستش میکنم. ویدیو رو یه پاز میدم، بعد دوباره برمیگردیم که ببینیم چی میشه. یه لحظه اجازه بدین. نمیشه. بذارین ببینم چی کار میشه کرد. خب آها، خب بچه ها مرسی که ساب کردین. ویدیو رو ادیت کردیم، یعنی یه لحظه پازش کردم اومدم که وقت ویدیو هم زیاد نشه. داشتم میگفتم ترکیب محمد بالونی رو براتون آوردم. کیف کنید. با ترکیب تخصصی خودش هم اومده که 3 والکری گذاشته و جای بوم تاور هم اسم این چیه؟ اینفرنو تاور آورده. مرسی. اسنوبالو میزنه که دارک پرنسش نچسبه تاور. خب بریم سراغ مچ بچه ها. لایک و کامنت این ویدیو فراموشتون نشه. چنل منم ساب کنین، حتما زنگوله فعال کنین که هر وقت ویدیو دادم سریع متوجهش بشین. قرار خانواده بزرگی بشیم، قراره به کلی پلیر خفن دیگه مثل همین محمد جان ریاکت بریم. فنو داریم، محمدو داریم که نفر 4 گلوباله تو ایرانه، با هوک زلزله میزنه دمشقیان. فوق العاده است، اونم پلیر فوق العاده ایه. اوه چه دمیج وحشتناک اینجا محمد قراره بخوره. وای مادرویچشو ببین، شیرم تو مادرویچ. وای مادرویچش، وای مادرویچو گاییدم. مادرویچش خیلی دمیج سنگینی داد متاسفانه. خب بریم سراغ ادامه مچ بچه ها. پکا رو میندازه لابد. نبینین بچه ها، ریشه رو میزنه با 2 ضربه پکا بالون رو میگیره. چه چیز انو مسخره ایه. تا چقدر زد میتونه باشه این یه ترکیب. هم مادرویچ داره، هم بیبی دراک داره. فول زد دیگه داره. چی میخواه دیگه؟ ببخشید. خب یا خدا ماینه رو خدا بیامرزه. مرسی. بالون یکی دیگه. به بالون. فکر کنم تاورشو که اوه. خب تاور خودش هم رفت. این بیبی درک مگه میتونه جلوشو بگیره کسی؟ یه باد میندازه، همه نیروها رو سری میکنه و هیچی دیگه. به مرسی. فکر کنم ولی مچاپو حریف داره، حالا که یه تاورم گرفت. فکر کنم بالون یه دونه هم نمیتونه بزنه. میزنه. به مرسی یه دونه. خب حالا بیا و این حمله رو دفاع کن. خب بگاه رفت محمد، یه حسی بمیگه بگاه. ریشه هم که زدم. ببخشید بچه من تازه از سر کار اومدم، هستم یکم مشخصه. این حمله رو نمیشه دفاع کرد. جی نمیشه. خب خودم آمدم گود گیم و گفت و جی بچه اولو میبازه، ایرادی نداره. بالاخره برد و باخت شیرینی زندگیه. آدم یه بار میبازه یه بار میبره. خیلی پلیر خفنیه. بچه آوردین کلان خودم محمدو، دعوتش کردیم قدمش تو چشم ما. آوردیم که ریاکت بهش بریم. در ویدیوهای آینده هم به یرسون، هادی، محمد، کلی پلیر داریم بهش ریاکت بریم. خودمون قراره ویدیوهای بعدی لیگ بزنیم، لیگو بریم تو رنگ. کلی کار قراره با انجام بدیم. پس لایک و ساب چنل فراموشتون نشه. کامنت هم برام بذارین. دمتون گرم. بریم سراغ مچاپ بعدی ببینیم آقا محمد چه میکنه. به یه مارین فوق‌العاده. اسکلت آموزشی. مرسی ماسک. اوه این انم داره قدرت ککشو میزنه.
با نمیشه گرفت این لاماستان ضعیفش کنین دیگه. هر کی میبینی دم برا داره این انوار داره میاره. فکر کنم اونجا این نیاز به یه اسنوبال هم باشه. دیدی بهتون گفتم اگه اسنوبال نمیزد دوتا بربره به تاور میچسبیدن دهن تاور رو میگاینن. خب تا اینجا دفاع عالی بوده. این ترکیبم فکر میکنم ضد محمد بالونی باشه. آره دیگه جلاد اوو که داره دیگه فول ضد محمد بالونیه. هیچ محمد جان به به. بچه‌ها من خودم دوست ندارم به کسی محمد بگم، برای همین بهش میگم محمد جان یا آقا محمد. آقا محمد دوست داشتنی و گل. خیلی دوستش دارم من آقا محمدو. لذت میبرم از بتلاش. شما هم لذت ببرین از بتلایی که میزنی. خب این فنو رو میندازه بر تاوه. هم الکترو ویزارد داری هم ریشه داری، دهنتو گاییدم ولی دفاع فوق العاده. به به. یه راش میدی؟ ای بابا راش نداد، تو نیازی هم نبود. مرسی ماینر آموزشی. بابا این قدرت پیریشو نزن. خب یه دونه دیگه قدرتشو میزنه، اینو مجبوره ول کنه. خب با یه استعمال میگیره برم. ببخشید بچه ها اگه خمیازم اذیتتون میکنه. خب بریم سراغ. هنوز یه دمیج هم محمد نتونسته به تاورش بده. میبینین چقدر زده. حالا یه بالون میری؟ گول زننده بود. بالون نرفت فکر کنم، چون اگه بالون میرفت ریشه رو میزد پکا جفت رو میگرفت، جفت هم والکری و هم بالون رو. با ریشه رو نکنی. کیرم تو ریشه و توی این باسبندی تو. خب از این ور راش داد. عجب باری کلا. بالون دوتا رو باید بزنه. 1 2 به گفتم بهتون حملش فوق العاده سنگین و خوب بود. به آقا محمد گفتم پلیر قدریه، بازی کارو براتون در میاره. عشق کنی. مرسی. یه راشه دیگه. تمام جی داداش گلم. جی چه میکنه آقا محمد؟ فول زد میزنه. خب برو بریم سراغ مچاپ بعدی ببینیم که آقا محمد گلمون چی کار میکنه. برو بتل دیگه. بدو رفت بتل. برو بریم سراغ بتلش ببینیم که بتل بعدی چه میکنه. خورده به چاینا. بچه ها چینی ها همه چی میخورن ها. مغز میمون میخورن، میمون زنده میخورن، هر انیو که تصورشو بکنین اینا میخورن. یه استوال آموزشی. به نو دمیج. هوگو دفاع میکنه. هوک سایکله یا هوک زلزله؟ فکر میکنم هوک سایکله. بله بچه ها محمد بالونی ضد ترکیب هوک سایکله. نظر منه. شما هم دوست دارم نظرتون تو کامنت ها بگین. توی سایت که این ترکیب 60-40 برای محمده. خیلی هم زده چون ماسک ایو داره، اینفرنو داره، هوگو راحت میگیره، والکری ایو داره. اونور فقط یه کنون یه ماسک داره که بتونه بالونشو بگیره. ولی خب خود محمد با آقا محمد میگه که هوک سایکل ضد منه توی لایواش، که البته آقا محمد جان ما دوستیم، ما هم زیاد گو میخوره میدونی. واقعا زده ترکیب هوک سایکله. خیلی راحت و ایزی میزنه بالونو به هوگو. حالا ببینیم توی ادامه مچ بهتون ثابت میکنم. نگاه چقدر ترکیبش سایکل خوبه. دوباره اینفرنو رو آورد. حتی خب بستگی به بازی خوبم داره هر کسی. مثلا فنم مثلا تا حالا به چیز نباخته به هوک سایکل. شاید باورشون نشه. خود محمد جانم هیچ وقت به هوک سایکل نباخته. الکی میگه که زده. بالاخره نظر منه دیگه. شما هم دوست دارم نظرتون تو کامنت ها برام بگین، بنویسین که به نظرتون هوک سایکل زده یا بالون سایکل. حتی یه دمیج هم نمیذاره بخوره. خب یه بالون و یه ماینر میره، یه راش میده.
یه ایموت بدیم. اون ایموت دست گنده رو من ندارم. یه دونه دست گنده تر هست اونو ندارم. اینفرنو. آها مرسی اسکالم آموزشی. فایر تو بکن تو کونه. خب ها یه وقتی یه راش نیست خداییش محمد جان. ایول گفتم بهتون. خب توش ریدی که گفتم بهتون. تمومه. تمام. جی گفتم بهتون. ثابت کردم بهتون زده یا نه. حالا اگه محمد شد نه بعد بازی کرد این نوب بود. اما نوب چیه ولمون کن. چجوری تونسته بیاد 2700 2800 قبول کن داشت زده بالون سایکلی دیگه. چرا قبول نمی‌کنی؟ من نمیفهمم. جی برو بریم سراغ مچم بعدی. بالاخره خب 2 تا زد دار. یه دونه زد هم بعد بالاخره یه ترکیب بده بهت که زد باشی دیگه. برو بریم سراغ مچم بعدی ببینیم مچم بعدی رو چه میکنه. برو محمد برو. تشویقش میکنیم. 1 2 3 برو. بی خیال قص. حال میکنیم بچه ها با منیا. کیف میکنی نه. برو بریم سراغ بطل عادی ببینیم که چه ترکیبی بدن. زنه موگیچان. خیلی دوست دارم بدونم اینایی که رنگ اسمشون رو عوض میکنن قرمز آبی اینا میذارن چه جوری میتونن. اگه میدونین تو کامنت ها حتما بهم بگین. میدونم بتل پسیه ولی یه کاری میکنن که چون بتل پس رنگش زرد میشه ولی با بعضی کار میکنن آبی میشه قرمز زرد یه رنگای خاص دیگه ای میشه. اگه تو کامنت ها میدونین حتما بهم بگین. خب اینم که بیبی دراگ اوو داره. به به چیه دوباره نکنه بیری جسپمه. شایدم گالمه. او این چیزه ایسا گابلین جاینته فکر کنم نمیدونم. ببینم. او رام رایدره. اکسیر نداشت که دفاع کنه. بله. خب اینم زده چون رام رایدر مثل خیار بالونو میزنه. بعدم مینیونا هستن. بیبی دراگش هست. 2 تا میزنه. مرسی ماسک. بازم عقبه یه کمی یه 200 مگا نایت هم داره. یه بالون خوب. ببینیم که چجوری دفاعش میکنه. فکر مینیون میندازاره. میذاری بزنه بالون. ها چه پینگی داره کسکش. دیدین بچه ها. حالا اگه پینگ ما ایرانی ها بود بالون 3 تا میزن. لعنتی. این واقعا ضد ترکیب محمد بالونیه. محمد چون اینکه هم رام رایدر داره با این چوب کیریش میزنه بالونو کن میکنه. هم مینیون داره هم اینفرنو دراگ داره. تازه گارد هم داره. او گلدن نایت هم. گلدن نایت دیگه چی میخواین؟ خب رید با این ابیلیتی گلدن نایتش. بازم بعد این کسکشو بگیره نمیخواد. ها مرسی. عالی دفاع. به به دفاع سیف. نو دمیج. فکر کنم من تا آخر ویدیو 200 خمیازه بکنم. خب یه راش تمیز. به چون دید مکانایت از عقب رفت. رید حریف. بالون 2 تا میزنه. یکی دیگه نزد دیگه. با میزدی دیگه. رام رایدر رو چه باف کسکشی. حالا وقتی یه بالون داری تو رو خدا. آها تمامه. جی بچه ها. جی مچ. ببخشید چون که من به صفحه دست نمیزنم صفحه خاموش شد. این تو ویدیو این توی گوشه مدل بالا چیزه خودش خاموش میکنه وقتی که میفهمه که. خب این دفعه دیگه بمب بالون میرسه دیگه. هیچ گویی هم نمیشه بخواد. ریشه بزن. ریشه رو بکن تو کسه نمه. تمام جی ایموت هم بدیم. جی هم وپلی. عالی.
عالی پسر عالی. الکی نیست که بهش میگن بهترین پلیر بالون تو ایران. فوق العاده پلی میده. تمیز عالی. جی بچه‌ها بازم بهتون میگم لایک و کامنت ویدیو فراموشتون نشه. حتما ویدیو رو ساب کنید. میگم ویدیو رو چنل رو ساب کنید. دمتونم گرم که از ویدیوها با خبر باشین. کلی ویدیوهای خفن داریم. قراره به کلی پلیرهای خفن دیگه بازم ریاکت بریم. خب فیل چه باحال اسمش فیله. کاناداییه. کنیدین کانادایی. بچه فیل نمیشه فیل فارسی ها. فیل که میشه elephant. این اسمش فیله. اسم فیل زیاد داریم. خب ببینیم که اوه فکر کنم این چیزه یا گالمه یا گالم چیزه دیگه. جاینت گوبلینه. هنوزم معلوم نیست چون کارتاش مثل همه. فکر کنم اوه نه من فکر کردم گلمه ولی چیزه گوبلین جاینت. وای 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 این ریشه انا میبینیم ناموسن همه برمیدارن تو ترکیباشون میگن او بس دیگه نامونمون که. مرسی یه راش خوب. شاید حریف اکسیر کم بیاره. بله به به بین تمام جی به قول خندهی مبدالی جی نتمون چرا رفت؟ اومد. وای گفتم نتمون قطع شد بدبخت شدیم ما. خب هنوز حتی دیگه اون تاورش رفته دیگه. میگه چی؟ میگه آهنگ خداحافظیه. خدا حافظی عزیزه رفتنی چی بود یادم نیست. خب گوبلین جایت از عقب میندازی. این حملش خیلی حمله سنگینی. اوه یه گوبلین ماشین هم انداز. ننداختی همین کی. خب عالی. دفاع جی دفاع سیف. اون بالون دیگه نباید دفاع کنی دیگه. دیدیمتون گفتم ارزش نداشت به خاطر اون بالون اکسیر خرج کنم. ولی دیگه هم تاور محمد بهش نمیده. محمد جان امکان نداره. یعنی اگه سر رگم میذارم که محمد به این چیز نمیده. تاور نمیده. حالا ببین تمومه. جی عالی. به 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 چه میکنه. قویه. آره محمد جان قویه. هیچ گوی نمیتونی جلوش بخوری. جی خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. دمتون گرم. خیلی دوستتون دارم. ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، چنل هم ساب کنین. با کلی ویدیوهای خفن دیگه در انتظارتونم. دمتون گرم. خداحافظ همتون.